کار من تو اتاق تموم شده ولی اینجا منتظر وایسادم. اگر یکی از کارمندای من کارشون تموم بشه و پشت در اتاق وای نسته، کارش تمومه. شما باید اینجا منتظر بمونید. دست توی جیبتون نمی‌کنید، شلم وای نمیستید. خیلی صاف وای میستید، دستاتون رو اینجوری نگه می‌دارید، مثل همون بادیگاردایی که کنار در هتل وای میستن، همون جوری. چون ما قراره سرویس 5 استار به مشتریمون بدیم. الان مشتری میاد بیرون، ببینید بهش چی میگم. عزیزم حالت چطوره؟ عالی. سرویست چطور بود؟ خیلی خوش گذشت؟ خیلی ممنون. آبی چیزی میل داری؟ نه همه خوبی؟ اوکی من کمکت میکنم. ساغر جان، من طبق چیزی که توی اتاق فیشال دیدم از پوست تو چند تا محصول دارم که میخوام بهت پیشنهاد بدم. دوست داری بدونی درباره‌شون؟ حتما. تو مجبور نیستی بخری ولی اینکه بدونی خیلی مهمه. یکی از کارهای فروش اینه که درست بعد از سرویسی که به مشتری میدید محصولاتی که براش استفاده کردین و طبق تجربه خودتون، چون میدونید قراره اون محصولها معجزه کنه روی پوست مشتریتون یا هر محصول دیگه، من فقط الان دارم پوست مثال میزنم، همونجا بهش پیشنهاد بدید. این فروش نیست، این کمک کردن به مشتری شماست.